چه گذشت میگه بای تو داولن سبای 3 راوند رفت انا چی فکر داری؟ ما در راستیگه میخواستم بهتر گذرونم باید نه که یک خطوگی خیال میکنم کمتر کردم در راوند دیوم با همون خاطر تا 3 راوند کشید لیکن ما تیار بودم 3 راوند دادم نو بسیارتر цел مونده بودم که فینیشی رو وقت کنم میگم او گفتستی تو سری بد نشدی yeah he drank a little too much water no too much water بعد برای که یکم راوند حرکت کردم که کمتر گهویشم نو دیم راوند خیلی که کمتر بسیارتر خوردم ما ارگانیسم خودم میدونم وقتی که کمتر او بسیار بقجم رنگی که استاپ میشه فهمیدی یکم بار خشید یا که میدونی که نه در وقتی ترنیروفکو میشیدم به خاطر که اگر تنفس رو گرم نباشه کمتر او که بخری من خیلی میشه من رنگی که استاپ کمتر استاپ میشه 3 راوند اون وقتی تغالط وندیشه میگم ما با پاکازات کرد که و уже давно ناکاوت بود نه که میگه رفری دری بعد منش کرد اما میدونم میگه کوری تو میگه که تو باید زدن گیری تو رفری نگه کی استاپ انا تو خود چی فکر داری همین چیز دا من گفتم که خیال کردم که من میکنه نه که دیدم من نکرد رفتم زدن ما آواز فهمیده استادم چه خاص که استاد مقصد که معلوم بود که وای سازنان شگم کداگی نفس کشی شگم کداگی نه که توشتو که ما پروفسیونالم میدونم که تو رفر من نکنه باید من نشم با همین خاطر к сожалению пришлось مقصد یک چند удар زیوتی دیگه برسونمش وقتی ته ای بویا دادن انا ممکن بویاش تماشا کردگی بعد وقتی قطیش دونی کلیتکا در اومده یگان سورپریز بده یا که تو همه اجداد کردی ما راستیگه همه را اجداد هم داشتم لیکن چیز بسیارتر ما در قریب در همه بویام ما بسیارتر ای سپر نگده خودم در اهمیت میتونم که насколько ما восстановить شدگیم برای همین این برای مرا مهمه من یک کرد دیتولو گرفتم чтобы که خشرو جان کنم ما بفره نشدم یگان مشکلی خیلی وضعی نبود لیکن ما каждым боем опыт گرفته استم که چخیل خشرو подходиться к ним бойда но соперника ما هم خیلی اجداد میکردم در نظر من کم تاجا буз بالاتر توف но ما هم خیلی اجداد میکردم که میخوای обратно бо следующий бой آخرای май июн да میخوام бой диетолог قتی میگه حیات علی شید مثال همین چیز معقول شده باشه میگه آینده دم هوا استفاده میکنی البته یکی چیزهای همه وزن ترین برای همه ورزشگرای اسابینا برای MMA کسی زنیمت میکنه البته یک استرسی کلون بالات گرفتگی باری نیده تو میدونی که یک کس کنترل دارد тебе не придется مقصد در باره فکر کنی همو حساب خیلی یاردم میده البته برای خیلی کپریز برای خیلی شرایط مهیا کردن تو باید پول جدا کنی но к сожалению ما باوری داریم که آینده در کنترکت های خوب بگیریم чтобы خیلی چیزا را ما تونیم с легкости عهدهش برویم ده مثال همی تو رنگ دیتال مقصد ترینرهایی که با پرسنل نواری یاردم میتن اینا را تو میگم باید فقط پیش میره دوید میکنی این میتونه میگه چیزی خوب باشه میتونه چیزی پروتفی تو چی کنه ده مثال سپرنیک یکی قفتا انا یگان مشتقتی این همی ستیلی پستایانی تا میگه یکی یگان چی علیش کدنی معقولای تمخه البته من میدونم این استیل پلوس و مینوسی خودش داره لیکن خوبتره که نستوپت کده غلطی چیم استوپت کده Congrats on the victory.